به نام خدا و برز سلام خدمت شما هموطنان عزیزم. امیدوار هستم در هر گوشه و کنار این گیتی پناهگاه که حضور داریم با جمع فامیل و بستگان نجیبتان دارای صحت و عافیت بوده باشید. دوستان عزیز، یک سوال پرتکرار و متداولی که همواره نزد عزیزان ما موجود می باشه خروج منی از بدن است، مخصوصا در ماه مبارک رمضان که خواران و برادران ما چنین حالتی برش پیش میه ولی میشرمن، ننگ میکنن، نار میکنن یا اصلا کسی وجود نداره که این سوال خود را بپرسن. دوچار یک سری غلط فهمی ها میشن و در اشتباه میفتن، چون احکام شب و روز در ماه مبارک رمضان و حالتی که منی خارج میشه متفاوت است. اونا در جایی که باید کفاره پرداخت بکنن کفاره پرداخت نمیکنن و در جایی که باید کفاره پرداخت نکنن کفاره پرداخت میکنن. جایی که نباید دیگر روزه بگیرن روزشان باطل شده اونا روزه میگیرن و جایی هم که بعد روزه بگیرن روزه نمیگیرن و در صورتی که اونا قضایی بالایشان واجب میشه بعد قضایی بیارن قضایی نمیارن و جایی که قضایی بالایشان واجب نمیشه و لازم نمیشه اونا میان قضایی میگیرن و بالاخره یک سری این گونه مشکلات و غلط فهمی ها برشان رخ میده و به اثر امی کش فهمی ها یا نفهمی ها دچار یک سری مشکلات شرعی میشن و بالاخره یا دین در گردنشان میمانه یا به جا خود را به زحمت مندازن که در این ویدیو با جزئیات کامل هم در مورد خروج منی و احکامش که در شب از پیش ما خارج میشه در حالتهای مختلف و یا در روز خارج میشه با جزئیات کامل در موردش صحبت میکنیم. دوستان عزیز، منی در 4 حالت خارج میشه که احکام شبش با روز در ماه مبارک رمضان متفاوت است. حالت اولش احتلام است که ما بر شیطان بازی دادن میگیم اصطلاح عام، که در شب از پیشتان خارج میشه. این منی شما ناخودآگاه در خواب است یک حالتی برتان پیش میاد، شهوت غلبه میکنه و منی از پیشتان خارج میشه. در شب احکامش متفاوت است، در روز متفاوت که در ادامه در موردش صحبت میکنیم. و یا هم استمناء است که یک کسی قصدن، ما در اصطلاح عام برش خودارضایی میگن، یک کسی میای قصدن منی خود را خارج میکنه، این هم احکامش در شب و در روز متفاوت است. و یا کسی به اثر بوسیدن و یا در آغوش گرفتن همسر خود شهوت بالایش غلبه میکنه، دخول صورت نمیگیره ولی منی از پیشش خارج میشه، این هم احکامش در شب و روز متفاوت است. و یا کسی میای جماع میکنه و یا هم به سر میشه با همسر خود، این هم در شب و روز احکامش متفاوت است. میریم از احتلام شروع میکنیم. یک کسی خوابیده، شب است، روزه نیست، شب است، شب دیگه افطار کرده، خوابیده و بالاخره اون حالت احتلام برش پیش می آید، ناخودآگاه در شب منی از پیشش خارج میشه. این عزیز ما باید چه کار بکنه؟ دوستان عزیز، در چنین حالت روزه روز بعدتان کاملا درست است و هیچ اشکالی نداره، اما ترجیحاً قبل از اینکه اذان صبح بده شما غسل بکنی و از جنابت خود را پاک بکنی. اگر غسل هم نکنید در روزه تان اشکالی وارد نمیشه، ولی چون مسلمان هستیم و شما نماز صبح میخوانیم، چون غسل بالا شما واجب شده شما نمیتونی با حالت جنابت نماز ادا بکنی. بابت امین و ترجیحاً قبل از اذان صبح شما باید غسل بگیری، خود را پاک بکنی و امین که سحری کردین رو نمازتان بخوانی و بالاخره خیالتان راحت روز بعدیتان بگیری. اگر تنبلی میکنی، کسالت میکنی یا شرایط برتان مساعد نیست، غسل کرده نمیتونی قبل از اذان صبح، اشکالی نداره، شما میتونی سحری بکنی بعدن غسلتان بگیری و نمازتان ادا بکنی. پس در این حالت هیچ مشکلی وجود نداره. همین گونه شما اگر استمناء میکنید در شب، یعنی خودتان خودارضایی میکنی و منیتان قصدن خارج میکنی، در این حالت هم اگرچه استمناء خودش گناه است، خودش حرام است، نباید چون این کاری را بکنی، ولی اگر قصدن و سهوا چون این اشتباهی را کرده و بالاخره از استان سر زد، گناه داره، شما باید توبه بکنید نزد پروردگارتان. ولی اینکه چه تأثیری بالای روزیتان داره دقیقاً مانند احتلام اشکالی نداره، شما میتونید که غسل بکنید، روزیتان هیچ اشکالی نداره، روزیتان بگیرید و ترجیحاً قبل از اذان صبح شما غسل بکنید تا از جنابت پاک شوید و نماز صبحتان هم خوانده بتونید. ولی بازم اگر به دلایل مختلف شما نمیتونید که قبل از اذان غسل بگیرید، شما میتونید که سحریتان بکنید، روزیتان بگیرید، هر وقتی که شرایطش پیش آمد غسل بکنید و نمازتان ادا بکنید. و حالت سومش همین است که شما با همسرتان حالا دخول صورت نگرفته، جماع صورت نگرفته ولی بوسیده یا لمس کرده بدنش، بالاخره شهوت بالایتان غلبه کرد، منی از پیشتان خارج شد، شما جنوب شده، میتونی که غسل بکنی ولی روزیتان همچنان بگیره. ترجیحاً هم قبل از نماز صبح غسلتان بکنی، ولی اگر شرایط مساعد نبود بعد از اینکه شما سحریتان کرده میتونی که غسلتان بگیری و نمازتان ادا بکنی. هیچ اشکالی در روز پیشرویتان پیش نمیاد. همین گونه جماع، در صورتی که شما جماع میکنی با همسرتان هم به سر میشید دوباره اشکالی وجود نداره، شما میتونی که غسل بکنی و ترجیحاً هم قبل از نماز صبح غسل بکنی تا نمازتان ادا کرده بتونی روزیتان بگیری و روز پیشرویتان هیچ مشکلی نداره. ولی میایم در روز، این حالتو اگر در روز پیشتان میاد احکامش متفاوت است. اگر احتلام به شما پیش میاد، شما روز بعد نماز صبح هم خواندی، روزتان هم گرفتی، بعد از نماز صبح خوابیدی،
احتلام برتان پیش آمد، در خواب و به گونه ناخودآگاه منی از شما خارج شد، یا بعد از ظهر خوابیدی، نماز پیشینم خواندی، روزه بدانم هستی و احتلام به شما، در هنگامی که خوابیدی به شما احتلام پیش آمد و شیطان به اصطلاح شما را بازی داد و جنوب شده. روزتان سر جای شست، روزتان نشکسته، شما بخی هنگامی که بیدار شده اون لباسایتان که کثیف شده و نجس شده اونا را از بدنتان خارج میکنه، غسل میگیره و روزتان ادامه میده و نمازایتان هم بعد از غسل میخوانه. نه قضایی بالایتان نه کفاره بالایتان است، روزتان کاملا درست است. ولی اگر استمنا میکنه و در جریان روز و قصدن شما منیتان خارج میکنه، در این صورت کفاره بالایتان نیست، کفاره بالایتان نیست، اما روزیتان باطل شده. اون روزیگر روزیتان دلتان میخوره. اگر گشنم خود را نگاه کنید فقط زجر دادن خودتان است، روزیتان باطل کرده، ولی قضای بالایتان واجب است. یک روز بعضای انمی روزی که شما استمنا کرده و روزیتان باطل کرده، در کنار از این که خود استمنا یک گناه است، شما یک گناه را انجام داده و گناه دیگرین را در رمضان انجام داده، روزیتان باطل کرده، از فضیلت ماه مبارک رمضان و روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان اون فضیلت عزیز داده، ولی قضای بالایتان لازم است، یک روز دیگر قضایی میاره. ولی اگر شما در روز رمضان میای خانمتان با شهوت لمس میکنه، میبوسه، در آغوش میگیره، ولی دخول صورت نمیگیره، هم به سر نمیشه، جما صورت نمیگیره و انمی لمس کردن و بوسیدن و در آغوش گرفتن باعث میشه که از شما منی خارج شوه و انزال شوه و بالاخره غسل بالایتان واجب شوه. در این صورت هم دقیقاً مانند حکم استمنا روزتان باطل شد. از فضیلت اون روز ماه مبارک رمضان، روزه اون روز ماه مبارک رمضان شما اون رو عزیز داده، از پیشتان فوت شد، ولی بالایتان کفاره نیست، قضایی است، یک روز دیگر قضایی میاره. اون روز روزتان باطل شد، شما دیگر بعد هر چی میخوره بخوره. اگر ادامه بده به روزتان، فقط شما خودتان گرسنگی داده، لباسای نجسان از بدنتان خارج میکنه، غسل جنابت میکنه، اون روز میخوره روزتان. اگر قبل از ظهر این انزال و خروج منی صورت گرفته و یا بعد از ظهر، هر وقتی که از پیشتان صورت گرفت، شما روزه دیگر روزتان باطل شده، روزتان هم میخورین و روز بعد، هر روز بعد از اینکه ماه مبارک رمضان تمام میشه، یک روز شما نم یک روز قضایی میاره. اما حکم خطرناک در مورد خروج منی در این صورت است که شما در یکی از روزهای ماه مبارک رمضان قصدن میای جما میکنه با همسرتان، دخول صورت میگیره و منی از پیش شما خارج میشه، روزتان باطل شده، غسل بالایتان واجب شده، قضایی هم بالایتان واجب شده. در کنار تمام از اینا یک حکم خطرناک دیگر هم داره که شما باید کفاره پرداخت کنید. 60 روز مکمل یعنی 2 ماه شما پی در پی باید روزه بگیری و در صورتی که روزه گرفته نمیتونی باید 60 فقیر طعام بده. در کنار از این که روزه قضایی را میگیره، در کنار از این که روزه اون روزتان باطل شده، غسل بالایتان واجب شده، کفاره هم بالایتان واجب شده که 60 روز بعد پی در پی روزه بگیری و یا هم 60 فقیر طعام بده. پس از نزدیکی و جما و دخول و هم بستر شدن با همسرانتان در روزهای ماه مبارک رمضان سخت پرهیز بکنید. در شب اشکال نداره، ولی در روز ماه مبارک رمضان چنین عاقبت سنگینی را داره. اگر در کنار از این که اجر روز رمضان و اون روزه رمضان از دست میده، فضیلتش از دست میده، چنین عواقب سختی هم داره. حالا اختیار با خودتان است. خب دوستان عزیز، طاعات و عباداتتان قبول درگاه حق باش، از دعایتان ما را فراموش نکنید. ان شاء الله سعی بر این میشه که هر ویدیویی در این کانال منتشر میشه یک اطلاعاتی به شما عزیزان انتقال بده و خیری به شما عزیزان برسانم. چون اگر عضو چینل را نگرفتید حتما عضو چینل را بگیرید. اگر هم سوالی داری میتونید در پای این ویدیو بنویسید. تا درود دیگر، بدرود هموطن گلم.